سوال اول عذر مستحب بعد از اونی که جانب ترکمنستان وارد شدن واسطه‌های نقلیات نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورها را توسط ترکمنستان محدود گردانده، جمهوری تاجیکستان به طریق الترناتیوی راهها را تهیه نموده و واسطه‌های نقلیات ما طریق الترناتیوی بار کشانده ایستاده. این توسط گرجستان، آذربایجان، توسط پارت، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان. این راه درازتر است؟ این راه درازتر است، لیکن ما جمهوری‌های نامبر شده تحت همکاری داریم. بعضی امتیازها را برای واسطه‌های نقلیات پیشنهاد کرده هستند و این امکانیت می‌دهد که واسطه‌های نقلیات ما بمانند منتشری را در این مسیرها انجام کنیم. ترکمنستان اما پاسخ داده است؟ اوید این مسئله ما وزارت نقلیات ترکمنستان که در تماس بودیم اما پاسخ ندادگی است. همین سببش معلوم نیست کنم؟ سببش معلوم نیست. میتوانند اوید به همین مسئله معاون وزیر سید مرادزاده که بواسطه نکوری از بعضی پیشنهادها هم هستند برآمد ششته میکنم حاضرین گرامی در حقیقت محترم وزیر کار درست قید کردن پس از اینکه راهی ترکمنستان و برای همه کشورها نه تنها برای تاجیکستان از وقتی که پاندمی بود اعلام کرده شد برای همه ضربه‌های خود را برای همه کشورها بسته است و راه‌های الترناتیوی که قید کردن این راه‌های الترناتیوی که خوب استفاده بکنند و در همکاری با کشورهای همسایه وقتی که قید کردن امتیازها پیش بینی شدن هم چی در راه آهن و چی در نقلیات هفته‌نامگی تامین حجم بازگشتن یعنی تامین صادرات و واردات مال و محصولات و جمهوری تاجیکستان خود تامین میباشد و در زمانی و در حالتی که پاندمی یعنی شرایط کووید 19 چی اعلام کرده شد در این زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت اداره‌های داخلی کشور یک ترتیب موقتی یعنی که تهیه کرده و تفسیر رسانیده که طبق این ترتیب موقتی صادرات و واردات مال و محصولات به کشور پورا تامین کرده شده. مسئله ساختمان کوپرک و کوکل حقیقتا ساختمان کوپرک و کوکل از طرف پژوهش‌های علمی تحقیقاتی پایه لایحه این کوپرک تعویضی شدگی بود و مبلغ گذاری اساسی ساختمان کوپرک این اتحاد اروپایی هست. اتحاد اروپایی است و عذر لایحه در اکسپرتیزه کار دارد. بعد از آنی که از اکسپرتیزه لایحه را گرفتن با سبب‌های به همه ما نامعلوم عذر ساختمان کوپرک و راه‌های کوپرک برنده موقوف گذاشته شده است. به شما شرط داده نشده از سببش بعد از اونی که پاندمی کرونا ویروس در تمام دنیا پهن شد و مبلغ گذاران هستند عذر پیش از اونی که ساختمان کوپرک آغاز شود البته آزمون اعلام میکنند. در آزمون بعد شرکت غالب انتخاب میشد و وی هم روی به کوپرک برنده و هم ساختمان کوپرک را ادامه میدهد. ما این اوید این مسئله کاربری کرده ایستادیم. Радик Мазаров, агентство Рейд. Господин министр, вы упомянули про 6 КПП, которые работают бесперебойно, но кроме Кульма, вроде бы как бы проходила информация, то, что она открылась. Так, вы можете подтвердить эту информацию или она открылась? Это первый вопрос.
Второй вопрос по поводу второй волны коронавирусной инфекции в Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Как оно повлияет на... Мы уже ощущаем это влияние, потому что как бы цены на газ и бензин задорожают. На грузовые перевозки в том числе и железнодорожные. Как они отразились уже, потому что они ввели жесткие ограничительные меры в своих странах, в том числе и на грузовые перемещения. И третий вопрос по поводу строительства автодороги Ховалик-Шуднал. На прошлой неделе Госинформагентство ХОВА сообщило о том, что начали строительство. $90 миллионов вы уже нашли? Спасибо. تشکر زیاد در بابت 6 گذرگاهی که توسط این گذرگاه‌ها هم نقل بین‌المللی بار عملی کرده می‌شود. اینها گذرگاه کلما از 21 ینور خلق کرده شده بود به مقصد پیشگیری پنجشنبه سرایت کرونا ویروس و از 3 اپریل آغاز کرده شد. در گذرگاه کلما فعالیت دیگر گذرگاه‌ها بیشتر است. در دیگر گذرگاه‌ها از همون ترتیب موقتی که من پیشتر قبلا قید کردم وسایل نقلیات خارجی پره، یعنی در هنگام داشتن تستی که اونها تصدیق نمیکنند که بیمار نیستند، راننده ها بیمار نیستند، این وسایل نقلیات از نقطه تعینات آماده میرسند. در گذرگاه کلما باشد مکانیزمی همون نقل بار با استفاده از مکانیزمی کانتینری براه مانده شده است. از همین حساب کمتر شرطیت دارد. بنابراین محترم وزیر قید کردند که با استثنای کلما، یعنی که با استثنای در کلما مکانیزمی بارکشانی نسبت به دیگر گذرگاه‌ها فرق میکند، یعنی که با طور کانتینری براه مانده شده است و هنگامی با طور کانتینری براه مانده شدن برو حمل و نقل کمتر شماره گذاریش، یعنی که روند حمل و نقل کمتر مشکل‌تر می‌گردد. لیکن از تو همون سرحد، یعنی در سرحد وسایل نقلیات کانتینرها عوض کرده میشن از وسایل نقلیات خطایی تا وسایل نقلیات ترکیه گذرانده میشن. همین مسئله که یک چیز معلومات ما را قید کردن، یک چیز قید کردن لازم است که ما قطعی جانب خطایی و کاربری کرده استفاده مسئله ما میخواهیم که بغیر از حمل و نقل طریق کانتینری که این برای غیر فی کوهستان شما میدونید که هم شرایط حمل و نقلش مشکل است، هم خراجاتش مشکل است. برای ما قطعی و کاربری کرده استفاده که در سرحد باید ما گشت نیم یدک و یدک قطعی کار کنیم، یعنی یدک و نیم یدکی که پرسیب پولوپرسیب از طرف خطور میپیوید ما در سرحد باید او رو بیزرر گردانیم، دیگر کارهای هیگینی سنتاری را استفاده بریم و حمل نقل تشکیل دیم، چون که شماره یدک ها از ما اگر من خطا نکنم از اون 534 تا یدک داریم و 242 تا نیم یدک. از شماره کانتینرها خیلی کم است. چقدر است؟ کانتینر کمتر است. در بابت همون نقل بارکشانی توسط نقلیات راهن این زمان یگان مشکلات، یگان مانعیتی در این سطح نیست. تمامی واگن‌ها یعنی توسط قطارها به ماموریت واحد و صادر می شود و در سرحد در ایستگاه‌های راه آهن این واگن‌ها همه بی‌ضرر گردانیده می شود. یگان مشکلی تا حدودی در سمت راه آهن نیست و همچنین در سمت نقلیات افغانستانی برای اونکه اون همسایانی که ما با اونها همکاری میکنیم، یعنی جمهوری‌های هم همسایه و جمهوری‌های خارجی بوده که ما با اونها همکاری در سمت حمل و نقل میکنیم، هماهنگی کاربری داریم و مبادله اطلاعات داریم و کاربری در سمت بی‌ممنوعیت و بی‌ممنوعیت تشکیل کردن حمل و نقل راه‌اندازی شده است. در دیگر گذرگاه‌ها معلومات وزیر قید کردن وقتی که خیلی کسری از پاندمی کووید 19 هست ما این به تمام اقتصادیات جهان ضرر خودشان رساند.
حمل و نقل توسط گذرگاه می شود. در هر یک گذرگاه خیلی که قید کردگی بگیم از طرف مقامات های وکالتدار تندرستی هر یک راننده تست گذرانده می شود. بعد از آن راننده وقتی که ماشین به ضرر گردانده می شود راننده می تواند بار را تا جای تعیینات بیارد. اگر مثال بارهای بشردوستانه باشند و یا بارهای بشردوستانه از بسیار خدمت رسانهای ترمینالی و امتیاز داده شدگی است. مسئله خوالین شگنا و آن شما گفتید ما هفته آینده اونجا بودیم. اونجا 17 کیلومتر رو که در موازنه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان هستند حوض کارهای تعمیری اونجا رفته ایستاده است و ما از طرف پژوهشگاه لایحه‌کشی لایحه اینوستیسیونی این را تهیه شدگی است و با اینستیتوت مالیوی آن پیشنهاد شدگی است. بعد دریافت مبلغ معین البته تجدید آن سر کرده میشود. در مورد همین مسائل قبلا یک توقع مهم اکرام شد در مورد احتمالیات خطرها با قزاقستان، روسیه و ترکیه و یک کشور دیگر هم که در حالت خراب دارن. همین درست است، همین خبرها درست است که احتمال خطرهای هوایی شده شده با چهار کشور. با ازبکستان نه بغیر از این باز قزاقستان و روسیه طرفای دومی در اوزر پروازها طریق شهر ادامه دارند و شما ممکن شاهد آن هستید که وقتی که مسافران به فرودگاه بین‌المللی وارد میشوند توسط پست‌های نقلیات اتومبیلی و یا در فرودگاه بین‌المللی البته از نظارت میگذرند. بعد کدام آدمی که کدام نفر مسافری که اگر چی داشته باشد باید که با کرانتین فرا گرفته می شود، لیکن گرها خانه‌شان جواب داده می شود و اوید این مسئله من باوری دارم که اگنتی اویاسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است و اینا چی دارند 60 اوران جواب همیت و اینا میتونن شما با فخردین خودبک سپوتنیک روسیا. سوال ما درباره نرخ چپته‌های ریس‌های چارتری که از روسیه و تاجیکستان از تاجیکستان و از روسیه شهروندان تاجیکستان رو به تاجیکستان برگرداندند. 450 یورو بسیار خب مردم شکایت دارند که نرخ بالا است، برای همین هم پیدا کرده نمی‌شود. همکاران عزیز مسئله نقلیات هوایی خطی حضور خود محترم وزیر گفتند اگنتی اویاسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میتوانید با آنها مراجعه کنید و سوالات خود جواب پیدا کنید و یا از وزارت ما جدا هستند فقط در جای وزارت ما جای گرفتگی هستند. Господин министр, у меня вопрос относительно реконструкции дорог. Вы затронули тему инвестиционных проектов по расширению и реконструкции автомобильных дорог. Нас интересует вопрос относительно в ходе расширения той или иной дороги сносились жилые постройки, то есть дома людей. Как, кто и как проводил оценку компенсации, и если это можно назвать общую цифру, сколько домов жителей были снесены. Ну, если нет, то на примере определенной одной дороги назвать. Спасибо. Хочу довести до вашего сведения, что любой инвестиционный проект, в первую очередь у них есть международные консультанты, социологический опрос проводится, и есть комиссия при правительстве, оценочная комиссия. Считает, проводит оценку и оплачивает тот или иной ущерб. То есть даже там комиссия, пока они не получат свои средства, никогда не разрешает проводить строительство или реконструкцию той или иной дороги. У каждого банка своя процедура, допустим, Всемирного или Азиатского банка, независимо,
есть такие условия, пока не будет оплата проведена снесенному дому или того или забора, даже каждое дерево должно оплачиваться. На это есть оценочная комиссия при правительстве, при Министерстве финансов. Это они проводят. Ахмарикас мовидевази ситуация розуга. Харамат мостаболуйчу. Саламалейкум, Абдуллах Расул, Каварнагор аз агентии хоба. Мухтарам вазе мо мушаххас донистан муқоми барасари қавонин. Камо соҳаи нақлиёт кишвар зарар дида ва барои ҳадиҳо мақсад вазоати нақлиёт чи ҳадиҳо мешавад. Озер ما حساب کتاب کردیم از چخیری که من اطلاع دادم هنگام حمل و نقل هم حجم بارکشانی کم شد و هم گردش بار کم شد، هم حجم مسافرکشانی کم شد، هم گردش مسافر ما حساب کتاب کردیم در یک جایگی اگر بینیم هم از حساب حمل و نقل مسافر و هم از حساب حمل و نقل بارکشانی این لیکن بیشکی است قریب 112 میلیون سامانی و خود نقلیات ضرر رسانده شده است و ما کوشش میکنیم که از حساب بعضی ذخیره های داخلی که هستند مثال این اساساً از حساب اونی که حمل و نقل بین المللی کم شد، حمل و نقل داخلی در داخل کشور مثال بارکشانی به منطقه ها کم نشده است. از حساب این بارکشانی توسط واسطه‌های نقلیات استفاده عموم زیاد شده است و ما کوشش میکنیم که همین ضرر و سوال نقلیات رسانده را جبران نماییم. محترم وزیر 132 میلیون سومانی منظورتان در اون ساحه نقلیات است؟ این ساحه نقلیات اتومبیلی در راه اوهان سال 2019 در 6 ماه 12 میلیون 937 هزار مسافر کشانده شده باشد. در 6 ماهه این سال 5 میلیون 843 هزار بخشش 12 میلیون درآمد بود از حساب مسافربری و در این سال سال 2020 این با 5 میلیون 843 هزار درآمد شده است و فقط این 7 میلیون سومون را تشکیل می‌دهد. اسماعیل مالک هستم از ساختمان جمعیت سیاسی سیاسی. سوال من راجع نقل استخدام بود و جایی که معلومات دادیم جمهوری جمهوری همسایه ایران برای ساختمان برای تعمیر می‌برده این نقل مبلغ جدا کرده است. ساختمان در این نقل کار آغاز کرده. حقیقتا یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری ترکمنستان حکومت جمهوری ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در پارلمان هم راتیفیکاسیون شد. حاضر این لایحه هست لایحه نقشه کشی، لایحه نصب تجهیزات های هوا تازه کنی و روشننمایی. حاضر ما کاربری شرکت ایرانی که از وزارت نیرو و توسعه آب ایران است ما قطعی وی ها کاربری کرده سالیم. اکثریت کارمندان وی ها حاضر در جمهوری اسلامی ایران هستند و به سبب پاندمی کرونا ویروس آمده نمیتوانند. وی ها قطعی این شرکت ایرانی فراب است. قطعی وی ها شرطنامه به امضا میرسانیم و مسئله این حصه حکومت جمهوری ترکستان هم اینجا هست. این عموما 11 میلیون هست. از این 5 میلیونش حصه حکومت جمهوری ترکستان است و بعد دریافت این مبلغ ها البته شرطنامه بسته می شود و وی ها به کار شروع می نمایند. Nordinsa Abdullah Rahad Esadu Dushanbe
من میخواستم در مورد قسمت راستانی‌های من مشروطه شهر دوشنبه رسانم. من اصلا مشروطه رقم 11 استفاده میبرم. دوام 3 ماه شد فقط من در امین بزور دو پاکتی راست میستم. سیچیش نهایت زیاد است. ساعتی بین یکدیگر من امین روز من ساعت 1 تا ساعت 11 و 2 دقیقه بعد یک مشروطه بودم. نقلیت‌های دیگر 33 52 دیگرش نزد. وقتی من میستم 10 تا میگذرد بعد یک مشروطه 11 و خلاصه دیگه میگذرد. خوب میخواستم این مسئله را بزنم. این مسئله قدیم و بسیار کاربری کرده استودیم. هم خدمات دولتی نظارت و تنظیم اینجا هستند. دیرکتور دوشنبه نقلیات خدمات رسان اینجا هست. مشخصا با همین سوال جواب داده میتونن. لیکن ما همه خیلی سپارش‌ها دادگی هستیم که وابسته به کسری پاندمی کووید 19 در همه واسطه‌های نقلیات اول و یا بی‌ضرر گردانده می‌شود و در همه واسطه‌های نقلیات از واسطه‌هایی که از واسطه‌های خود موثقی استفاده برند. مرامت مشخصاً اوید به این مسئله میتواند هم سردار خدمات گپ زند هم دیرکتور دوشنبه خدمت رسان. تشکر. در همه خطرهای شهر دوشنبه به نظر داشتی شماره مسافران یک درجه شماره خیلی نقلیه‌های اتومبیلی محدود کرده شده است. در سوال شما که مشروطه در خطر 11 نرسی مناسبگی نقلیات به چشم میرسد، ما در یک تکثر دوشنبه خدمات رسان تحقیقات میگذاریم. یک من 2 روز دیگر ما سنجش میگذاریم. اگر لازم باشه шморе نقلیات درست کنیم. Ну, тем более вам сейчас говорят, что она для пуча хатист, туда надо. Это же осуждающий мой во время пандемии. Ну, это вообще не соблюдается. Я шмо савол дадим, ва саволи шуморо ҷавоб додам. Агар шумо лозим будонед ки дар дигар маршрутҳо агар зиёд бошад, имрӯз ҳатто хатсайрҳои автобусу троллейбусе ки ҳаст дар шаҳр бо назар дошти эҳтиёҷоти мардум сар дода истоданд. То есть 100% не, ман ҳамин касони бо аниқтар мегӯям. ما میتونیم تحقیقات بریم اگر که لازم باشه شماره را در خطر 11 زیاد میکنیم. این شماره بالا کرده است. مصیبت همون راننده ها بسیار بده. در اونجا یک 15 زنک باشه اگر به مادر یک دیگر شخوار یک دیگر شخوار میکنه. کندوکتور میپره شفیع کتی دست بگیری بود میشن که تا اینا پیش گذاشتی خیلی من همه حقارتهای معمولی شما من چند رقم شما من چند گلزن زدم من همین رفت ایستادم همین یک مسئله قطعی حقیقتا بعضی وقتا هم در نشستهای مطبوعاتی همین سوالها میخیزن. ما مثل شما هستیتان ژورنالیست میتوانید خود از همون جا در هر یک واسطه نقلیات تلفن باوری هست. همه شرکت هایی که اعضاشان واسطه نقلیات هستند هم از خدمات دولتی نظارت تنظیم است. مرامت همون جا مثل وزیر تلفن وزیر هم است. ما میفرستانیم نمایندگان خدمات دولتی نظارت و تنظیم است. نمایندگان شرکت هایی که واسطه نقلیات اعضای اونها هستند در جاشون مسئله را حل میکنند. بعضی چیزها را همه خیلی مسئله هم بود وقتی که ما هم همون راننده را قطعی کندوکتور هم همون شخصی که مراجعت میکند دعوت کردیم. من همینجا خیلی گفتن که دیگر این تکرار نمیشود یا نه این من میگوید همین چرا از چی گفتم از سر کار گفتم. همین خیلی بعضی مسئله میشود این خیلی چیزها لیکن در عموم اگر چی گیریم گپ شما جان دارد همین مسئله قطعی ما سپارشامون رفته استفاده است که همین باید کاربری کرده استفاده اگر امکانات باشه خب تشکر بسیار معلومات پیش از آن ما همونجوری همونجوری روی را گفتم بسیار بروفت کنه اگر خوب بشید که شما رقم دولتی اینی و نوستای نقلات را پیشنهاد میکرده که ما میتونیم سری وقت همونجوری را برطرف دومیم که طبق قرار مشاورت پروتکل نزد حکومت سربازی جمهوری
برای از من اونان جهتی حفظ سلامتی ما شهروندان ما در تمام خط‌سیرهای شهر دوشنبه از شماره عمومی وسطای نقلیات در دایره 35% ما امروز برآورده هستیم. من خیلی گفتم برای حفظ سلامتی شهروندان، یعنی ما باید که از همدیگر در چی باشیم. اگر راننده ما شهروند اگر ببینیم که هم وسطای نقلیات جای نشست نداره برای چی بشینیم؟ یک شما را از دستتون گرفته وارد وسطای نقلیات میکنن. نقلیات کمتری نقلیات از زیاد نکرده که مردم مسافه معین دستور میشن. شما همین جهت نگاه نکرده زیچی اخولیه به نظر میره. نشوش 12 ارنتش 12 آشیانه ها میزن. هر یک 12 آشیانه ما خود میدونیم شما را زیاد میکنیم. اگر ما این مسئله دیگه میبریم از فرها گروهی کاری میکنیم اصلا میبینیم. دیگه مشکل کنده من غیر ندارم فقط مشکل یوزه دیگه ها ما حتما نتیجه گیری میکنیم. مثلا با نتیجه گیری میکنم و دیگر سوالو هم البته شیرامو گپوی ژورنالیست خیلی معقول هستم. ما دینم در کلیگه بودیم، کلیگه معمول مثلا خیست و سردور خدمات شهری به سپورش رفت اوید و وسطای نقلیاتی که اون کس قید کرد حقیقتا مرامت سوالش در مورد راجع به تخنون یا کلیبر مشارکتی مجلس 5 دهها و وقت نویا و دیگر نقاط ممکن می‌توانند و مفهوم معنی که روایت نزدیک و باید با وضعیت تفکیرات این رو بشود و مشکلی ساختن نفر این منطقه هم می‌شود مدیرهای تجربه و شاید می‌توان نویا است که مثلا برای داشتن از این جریان مشکلی زود و سانسیکاتی و نیروی همین اونجا روی والجون سریخوستور و ساختمون راه حلقه رفته ایستاده است. لایه‌کشی راه با عهده پژوهشگاه علمی تحقیقاتی هست و شرکت‌های پیمانکار اونجا دو شرکت پیمانکار کار میکنند. شرکت پیمانکار راهساز و ما هفته گذشته همونجا بودیم. اوایل مسئله محترم سروزی سپارش‌های قطعی دادگی بودند. بغیر از این دیگر دو پولی که ما اونجا هنگام تجدید روی کنگورد والجون خوالین ساخته شدگی بود، اما پول‌هایی که هستند ما اینها را دیمانتاژ کرده ایستادیم در جاها در راه‌های محلی که پول‌ها لازم هستند انا همونجا اینها را نصب میکنیم. اما دو پولی که هستند در پهلوی همون پول‌های تجدید شده هستند و اینها را ما چی میکنیم؟ دیمانتاژ میکنیم، میبریم راه‌های محلی و نصب میکنیم. هر توضیح هستم از رادیو کنوردی. جناب وزیر اهل زمان امور از نوسازی در شهرهای دوشنبه باختر چگونه جریان دارد و کی به استفاده میشه؟ ما تاثیر گفتیم که تاثیر همین کسلی پاندمی کووید 19 تمام لایه‌های اینوستیسیونی به هم تاثیرشون رسوند. قریب 92 نفر کارمندان خطایی که در اکثریت لایه‌های ما کار میکنند هنگام سال گذشته هنگام سال نو و جمهوری خلقی خطا رفتن و دیگر ما چندین مراتبه مکتوب کردیم که اینها باید برگردن چون که متخصصان اساسی همانو هستند. از آن جمله در روی همین دوشنبه باختر شد 45 نفر متخصص چینی و قدرتچی اساسی است. ما اونجا شرکت‌های محلی را هم جلب کرده استیم، لیکن شرکت محلی بود قدرتچی اساسی خطی شرطنامه بندند و البته وای مهلت به انجام رسی این راه ماه اکتبر است و این با همین سبب‌های به همه شما معلوم در ماه اکتبر البته
یک قسمتش هم ممکن میتونیم ما چی کنیم تیار کنیم برای استفاده ولی لیکن تمام رو را البته با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان ممکن مهلتشان تمدید می شود و کاربری وابسته به این رو میکنیم لیکن کارها آنجا اندکی آزاد جانب شد پس دیرکتور لایه هست همینجور سر انجینیر لایه هست این میتواند مشخصا باید این مسئله اطلاعات کرد خصوصا روحی تجدید روحی پروکتر شرعی از مانده بود مانده یکی پلنت سیسی سوی دار رو هفته ما یکتر روش و باید موی دکتر سوی دار رو ایست انجام میرسید چیزی که محترم باید تعریف کردم مصابه مسئله پاندمی کرونا ویروس بعضی مشکلات شده و هر موضوع اصلا چون فرض فیزیک مقدم و نقشه کوری کیواس شده است که باید مقدم و آنجا بسیارش آنی نگاه نکرده باید شرکت‌های محلی خصوصا یافته‌شده شدن با رابطه ایستاده است ماهی‌های دیگر باش باشد موقعی اقتصادی سوز از اون بسیار باید انجام بسیار بعد اونجا ساختمان روی قزلقلعه بوختر است و یک گروه تطبیق لایه ما میبرد و از طرف اگنتی بین المللی یپون جایی که مبلغ گذاری کرده می شود اونجا شرکت مشورتچی انتخاب شد ما باید ماهای اپریل با آزمون را میگذراندیم آزمون در بین شرکت های یپونی در یپون گذرانده میشد لیکن با سبب های به همه شما معلوم نه نمایندگان ما اونجا رفته میتوانستند نه و در جای خودش و اون رو به مهلت نامعین موقوف گذاشته. جناب وزیر در مسئله پلاکی کردن همه را در بررسی سال گذشته یا که ممکن است پلاکی شود همه را بعد از راه پولکی شدن بعد به اتمام رساندن و بعد به استفاده دادن اون بررسی کرده می شود و خودتون شاهد اول است که از یک جهت پولکی شدن راه این خیلی خوب است و اونجا مثال شاهد اول این هست راهی که دوشنبه خوجند راه پولکی است چقدر تکنیک های مزلزمان و دارند چقدر در وقتهای معین راه از تعمیر اساسی برآورده می شود چقدر این با اشتراکچیان حرکت در راه فایده شون می رسوند از یک جهت خصوصا در مورد تجدید روی دیگر موضوع اینجا مسئله انتخاب پولچی که میتونه جریان دارد بعضی مشکلات و سبب تنشایی وجود است لیکن مسئله مبلغ گذاریش حل شده است مسئله مبلغ گذاریش حل شدگی هست در وای روی آبیگر نورآباد از 3 مرحله عبارت است 3 طبقات است اونجا مسئله مبلغ گذاری با پرابلم نیست و مسئله مبلغ گذاریش حل شدگی مسئله انتخاب مشورتچی هم حل شده است اوزن مسئله انتخاب قدرتچی رفته ایستاده است موجودهایی که برای گذراندن درخواست‌های تکنیکی شرکت‌های پیشنهاد شده به بانک ارسال کرده شده هستند بعد از اونی که بانک ارزیابی را می‌بیند و ارسال می‌کند درخواست‌های مالیوی شرکت‌ها فشرده می‌شود و تندر آزمون گذرانده می‌شود. مبلغ گذاری قریب 350 میلیون دلار هست. مبلغ گذار اینجا هم بانک اروپایی هم بانک آسیایی رشد است هم بانک اروپایی تجدید و رشد است هم فوند اپیک هست همه اینا هستند. جناب وزیر
باکک سوال کنید طرحی دوشنبه راه دوشنبه دختر مشکل که دشوار شد و در کدام طرحتون مشکل پیش آمد و خودتان عموما چگونه همین وضعیت گزاره میکنید در اون چی شد چیکار کردن در کار در نه اینکه روی دوشنبه باخته البته من قید کردم که تمام لایه‌های اینوستیسیونی و وابسته به همین وضعیتی که هست مشکلی با اینوستیسیونی ما شرکت‌های چینی اشتراک و بغیر از اینا دیگر شرکت‌های اشتراک میکنن در خود شهر دوشنبه بودگی هم خودشون از سمایزالیت ما همین مسئله خطی قربانی کردیم برای همین ما قید کردن که ما شرکت‌های محلی را جلب کردیم و کار حوض رفته استوره است نسبت با پیشتر کار خود رفته استوره است این خیطایی سببی نامدن شدن برای بیان نکنند همینجا مونده ایزالیت میشه در خانه اونجا موج دویم پاندمی هست و به قریبی باید 4 ترمینه شود همه خیلی مسئلت ها هست که آنلاین هست همه روزه ما گفتگوی آنلاین داریم قطعی هم سفارت هم قطعی نمایندگان بانک ها گفتگوزار ما فقط طریق آنلاین میشد بسیار مسئله را این طریقه ما حل کرده استفاده هم مسئله های مبلغ گذاری را بانک جهانی قطعی بانک اروپایی تجدید و رشد قطعی بانک آسیایی قطعی طریق آنلاین گفتگو کرده استفاده سوال من سخن درباره تجدید راهرو همین رو که دوشنبه فاروق و ماها خصوصا از گروه طرف نسبتا در طرف خلاص‌کننده دام سفر میکنه بسیار مشکل برخورد شدن اساسا فصل زمستان باشد برای راننده‌ها این بسیار صورت زیاد ممنوع می‌رود کدام رو؟ وضعیت از راهرو تا فاروق و راهروی فاروق تجدید راهرو بعدا سوال دیگه این است که حقوق مرغوب که هست وقتی که همون ماشین‌های بروکش که الان از خطای علقه و دوشنبه سفر داشتن طریق همون حقوق مرغوب را سفر می‌کردن و حالت حقوق باز قریب که ویران شده است و چون سال گذشته سفر کردیم اون حقوقی که 7 سال وضعیتش بدتر شده است که همین حقوق تجدید می‌کردن حاضر در دوره مبلغ‌گذاری بانک جهانی تجدید کوپرک‌ها در بدخشان رفته استفاده است از اون جمله 4 تا کوپرک در کی شد 4 تا در لایه مرغاب هست همون کوپرکی شما قید کردید هست تجدیدش روزن پیشبینی شده است مبلغ‌گذاریش هم دریافت شده است مسئله روی خلای خون سند روشن قطعی این در پیام پیشوای معظم ملت هم درج گردیده بود اوید به همین مسئله پروتکل حسن نیت بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی خطای به امضا رسیده است و ما حجت‌های تندری که حجت‌ها در کار هستند اون طرف جانب خطایی روان کرده استاده و انتظار آن است که جانب خطایی و در بررسی حکومت جمهوری خلقی خطای است بعد از اونی که قرارداد به امضا میرسد و یا شرکت‌های 7 شرکت پیشنهاد میکنند از بین همون شرکت‌ها آزمون گذرانده میشود و با ساختمان راه شروع میکنند مبلغ علاقه معین شده است برای مبلغ جدا شدگی هست مبلغ معین شدگی هست سلام علیکم شده دارد کننده گازی رسیزه خب سوال من در مورد چند راه‌های نوی که در شهر دوشنبه مورد استفاده قرار دارد در اون گذرگاه‌های مخصوص برای دوچرخه امروز وجود ندارد شده آیا همین گذرگاه‌ها در لایه‌ها هست یا اینکه نه برای مخصوص گذرگاهی که از یک کنار اینا راه و دیگر کنار راه باید دوچرخه گذرانده در حالی که اکثریت سیاحان در اینا به دوچرخه سفر می‌کنند می‌تونن و در این که راهی دوچرخه نداریم و ما در تهیه لایه ها همین چی شما را تکلیف شما را سپارش می‌دهد که به نظر گرفته می‌شود
Нет, опять по 2 метра будете, да, скажут, дороги сейчас, они так широкие? Нет, вот дорога, которая недавно была сдана в эксплуатацию, вот эстакада, ширина дороги в некоторых местах 43 по 67 метров, да? Есть там определенные отдельные места для перевозки общественного транспорта, там есть шестиполосные движения, есть там все, мы учтем этого. لیکن در اکثریت جویبان همه چیز ندارن در لایه‌هایی که همون راه‌ها ساخته شدن بسیار هستن اما تو در بقایا نه هستن البته هستن برای چی ندارش هستن مثلا خیابان آتش شیرازی در نوبت بهش شکلی هست ساختمان انجام داده برای مشخص هست بعد در لایه‌های تخابط حوزه شیرازی به خود پرداخته میشه اینا به نوبت گرفته هست لایه‌ها با نوبت گرفته میشه اون نقص نکنه از درجه‌های نامید بوده من کوچه شاکی میتون هست مشخص دیگه هستم محصول خود علامتش در پهلوی کره شده اون تو دینا گرفته میشه این دиректор по журналистской пехоте Павлович Кашиев социальный номер. سیاست کناسان نخواهی داره جناب وزیر طرف شما اطلاع دارید چند قبل در شهر کلون یا گروه رونماها کارپارت‌های و نمایش اعتراضی تشکیل کردن. خب هدف اساسی اونا از اون عبارت بود که در مسیر خودگردهای رقم 2 و 3 اصلا اونا رانندگان خودگرد رقم 2 بودن که با جدیمه داده رسیمای تعلق دارد و راه را از مرکز شهر کلون و جامعه دیهات بالخوابی ناحیه نوبت پیوست میکند. و اونا از آن شکایت داشتن که این راه یعنی راهی بین شهر کلاب تا سمت ناحیه شامتن شاهین تمام 5 سال باز علاقه راهها کنده شدن یعنی برای تعمیر آماده شدن ولی متاسفانه کارهای تعمیر ساختمانی باز داشته شدن قطع کرده شدن تمام 5 سال باز الان کارهای تعمیری نمیروند اما راهها در حالت غیر یعنی کار ناشیامی قرار دارند خیلی فرسوده هستند و ولی متاسفانه نواکنش وزارت نقلیات و نقل جدیمه در اسماعیل در این سمت شنیده نشد. خوب در این باره میگفتید که آیا این راه تا کی تجدیدش ادامه می‌یابد و سبب اساسی من این تعمیر در چی بود؟ خوب دوم اینکه در نزد بازار مرکزی شهر کلاب همارزات همبشوی زیاد نقلیات دیده می‌شود و سبب اساسی در آن است که در شهر کلاب یگان توقفگاه یا ایستگاه برای جای جمع‌شوی ماشین‌ها وجود ندارد و آن راننده‌ها خوب هم خریداران مجبور میشوند که در نزد بازار ماشین‌های خود خوب توقف یا نگاه دارند و اونا اصلا با کمک کارمندان بیجا هر روز قریب هر ساعت تازه کرده میشوند رو اما این حالت باز تکرار افتاد میگیرد. خب ساختمان یگان ایستگاه یا توقفگاه در نظر داشته شده است در این سمت یا نه؟ اونجا با غیر از کمک کارمندان بازرسی نقلیات اتومبیلی از ما ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم اونجا است. ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم اونجا کاربری میکنند وابسته به همین کار. اونجا هست نمایندگان مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و لاجستیکا بازم که همین سوال شما رو برداشتید ما گروه کاری اونجا رفتم با راهبری سردار مؤسسه دولتی این مسئله قطعی کاربری کردم. مسئله تجدید راه را گفتی وزیر تجدید راه کلوب شمس‌الدین شاهین شکیف قلعه خون رفته است و رسوای پاسپورت از ماه یول سال 2019 سرشدگی بود تجدید این راه و وزیر شما شاهد دور ممکن همون طرف رفتگی باشدان تمام کمونیکاسیه در شهر کلوب تمام کمونیکاسیه خط علاقه خط گاز تلفن و دیگر چیزها خط آب نوشابی همه‌شون از نو کرده میشود و راه که اونجا تجدید می‌رود اونجا البته بعضی مشکلات می‌شود و این راه سال 2021 با استفاده داده می‌شود طول راه
32 километр аст. Инҷо мумкин роҳбари марказ иштирок дошта бошад. роҳбари марказ нав ба қарибӣ аз он ҷо омад, муҳтарам сарвазир кишвар онҷо буданд, мо будем онҷо бисёр корҳо рафта истодем. Масъалаи таваққуфгӯра мегӯед, онҷо як терминали замонавӣ, терминале ки пештар буд тамоман ба мусорхона табдил ёфтагӣ буд, терминали замонаи нав сохта шудагӣ ҳаст. Фақат пеши рӯи ҳамон терминал мағозаҳое ки ҳастанд, мо чандин маротиба муроҷиат кардем, амонҳо бардошта шавад, намои терминал муайян шавад, истгоҳ онҷо ҳастам истгоҳ марамут агар мушахасан бошад. мо ҳамин шумо масъала мо ҳамин масъала қати бояд вокунишам шавад, гурӯҳи намояндагони мо рафтанд онҷо, ҳам вай масъала қатӣ, ҳам масъалаи роҳ қатӣ ҳам бо масъалаи ҳамин тамошобии нақлиёти ҷомеки кӯчаи асосии шаҳри Колох назди Бузоҳ будем, онҷо ҳамон вақт мушоҳида карда мешавад. мо як комиссия кори карда рафта дидем, саволҳош маълум шуд. ҳамон таваққуфгоҳҳое ки барои бозор дар назар доштанд солҳои пеш бода мешуд. аллакай дар ҳамон ҷойҳои таваққуфгоҳ ҷойҳои фурӯш бозорҳои магазинҳои худсарона сохтанд. чиҳое ки шумо агар дағат дошта бошед агар аз худи магазини равшан сар карди то қараби пули назди автовокзал аллакай як тарафа чапа карда омадестанд. назди бозорҳам ҳамон дуконҳое ки худшон ғайри санад сохтанд, ғайри қонунӣ сохтанд, аллакай бардошта шуд. қариб ки дар арафаи анҷомгиҳое аз чиҳое ки ҷаноб вазир гуфтанд, ин то соли 2021 ҳама ин ҷойи худшон меёбад ва барои шаҳриро кам кардан баъзе хатсариро агар шумо дават дошта бошед агар мо баъзи замони ҳамин хилофати ям як Можно вопрос, да? Здравствуйте, меня зовут Тахмина Хакимова, журналист радио «Зоди». Сейчас очень сильно возросла потребность в использовании велосипедов, самокатов, скутеров и прочего такого транспорта, но, как мы видим, вообще нет возможности ездить на этих нету возможности ездить на этом транспорте ни девушкам, ни мальчикам. То есть, если ехать по хорошим дорогам, это опасно, потому что нет велодорожек. А по тротуарам там очень много ям, скотчек, получается, хотим ездить, но нет возможности. Будет ли выделен бюджет на создание таких дорожек, чтобы общество по чуть-чуть переходило на экотранспорт? На этот вопрос сейчас ответил директор проектного института, некоторые дороги, которые уже построены, там есть велосипедные дорожки. И в дальнейшем мы будем проектировать, учтем эти ваши предложения. Муҳтарам вазир, вақти барои нишасти шудагӣ 2 дақиқаи дигар мондааст. ҳаволи охирон барам. Салому алейкум. Ҷаноби вазир, ман Сафия Абдуллаҳ аз радио Зоди. Шумо инҷа дар барномаи худ қайд кардед ки тариқи автомобил мо содирот кардем маҳсулоти кишварро ба хориҷи кишвар. Баъд ҳамин як савол ман дар доираи ба он ки ба шумо маълум аст ки имрӯз дар замони пандемия сарафҳо банд аст, яъне ки дар дигар кишварҳо мешавад ҳолатҳое ки анами ронандагони соҳибкорони мо ба мушкилӣ дучор гарданд. Мисли назари ман вобаста ба нақлиёт ки анами вобаста ба дастгирии соҳибкорон ки дар дигар кишварҳо онҳо ба мушкилӣ дучор нагарданд ва он маҳсулоти худро саривақт ба ҳамон ҷойҳои лозима бурда расонанд. аз ҷониби вазорати нақлиёт чӣ корҳо ба шумо роста мешуд? از طرف وزارت نقلیات یکم حجت‌های معیاری حقوقی نو تهیه شده. از آن جمله من قید کردم در برآمدم که انجام وارد شدن وایسرای نقلیات و صاحبکاران به ترمینال‌های نزدیک‌سرحدی در ترمینال‌های نزدیک‌سرحدی امتیاز داده می‌شود برای اینها. امتیاز داده می‌شود. در دیگر دولت‌ها قطعاً ما
در تماس همیشه هستیم و چی امتیازهایی که فرض کردیم در دولت همسایه ازبکستان باشد ما همون امتیازها را نسبت به رانندگان همراه ما هم نسبت به رانندگان مایی که حمل و نقل در آن طرف انجام می‌دهند البته برای سرکاران شرایط مهیا باشد. اگر مشخصا باشد فقردین به این مسئله که ما سر کار داریتان مشخصا بدونید اون جواب ندارید. ممکن است سوال جواب داده اساسا محترم وزیر حل کردن مسئله برطرف کردن مشکلات بغیر از این ما با همه دولت‌هایی که حمل و نقل بین‌المللی اتومبیل را انجام میدیم کمیسیون کوری دویمانه افکنده شده و در خصوص سر زدن این مشکلات‌ها ما با همکاران خود در آن دولت‌ها بر تماس می‌گذاریم و مشکلات‌ها سری وقت حل می‌شوند حل و فصل می‌زنند. این بود یگان مراجعت نمونده است که با آن وزارت نقل که توجه دارید نکرده است و مشکل حل نشده می‌شود. پس کمیسیون هست همکاران ما هم که مصرف یک تصور دیگرش را متخصص رو زنیم که بقر میکنیم بعد از نشست یک سوال اون خط سری نامش را متنوازی برای اینکه خیلی که همون قلیل بلوک شده شد 78 بسیار برکوری بود علاقه ما 3 روز باز مشکلی میکشیم به این 78 طرفی همون بینشور بود بینی سرعتی نمیگذارد اون خط سر میشد اونجا نیست البته خط سر میشد لیکن از ما نظامنامه هست که نظامنامه آزمون در شهر دوشنبه طریق کارخانه‌ای که هستن دوشنبه خدمت خدمات رسان گذرانده میشود و خط سیر او را در کجا به خط سیر زیاد کردن در کجا خط سیر کم کردن در کجا و رفتی حرکت دیگر کردن در کار همه همین کارها خطی از ما فقط نماینده همون اشتراک می‌کند در کمیسیون علاقه ما نقشه خطسری نو تیار کردن این از خود دروازه غربی و بزرگ کشیان توسط کوچه‌های علیشیر نوری کارامو برام چی نمیاد درست میسی خش چی خطی توسط کوچه اسماعیل سامانی تا دروازه میرود این خطسری نو است برای ایتالیا که همون شهروندان میدونی لیکن خودی 8 و نیست خطسر نمیشه دانشگاه ملی نمیذاره دانشگاه ملی به پرده نمیشه همه پیشتر ما همین جور میگفتیم که 3 ساعت صحبت کنیم لیکن شما خودتون میدونید توابور ما باید 1 ساعت همه جور میتونید